بچه‌ها خوش اومدین به قسمت دوم از سری آموزشی ماجراجویی شیمی. تا حالا فکر کردین هر چیزی که میبینیم لمس میکنیم یا حتی نفس میکشیم از چی ساخته شده؟ تو درس قبل گفتیم که ماده از اتم تشکیل شده، اما این اتم خودش چیه؟ خالیه، جامده یا یه دنیای پیچیده است؟ امروز قراره با هم بریم به دل این دنیای کوچولو ولی پر رمز و راز به اسم ساختار اتم و مدل‌های اتمی. تو درس قبل گفتیم که اتم کوچکترین واحد سازنده ماده است، ولی کوچک بودنش به معنی ساده بودنش نیست. در واقع خود اتم از 3 ذره زیراتمی اصلی به اسم پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده. پروتون گفتیم ذراتی با بار مثبت هستن. اونها تو بخش مرکزی اتمن به اسم هسته. تعداد پروتون ها توی هر اتمی عدد اتمی اون عنصر رو نشون میده. مثلا اگر اتمی 6 تا پروتون داشته باشه، اون عنصر قطعاً کربونه. اما نوترون ها چی هن؟ نوترون ها بار الکتریکی ندارن، یعنی خنثی هن. اونها هم توی هسته قرار گرفتن کنار پروتون ها. کارشون چیه؟ اونا کمک میکنن تا پروتون ها که بار مثبت دارن و همدیگر رو دفع میکنن کنار هم بمونن، یعنی باعث پایداری هسته میشن. اما الکترون ها گفتیم ذراتی با بار منفی هستند و خیلی سبکتر از پروتون ها هستند. اینها تو فضاهای اطراف هسته به اسم مدار یا تراز انرژی دارن حرکت میکنن. اما این وسط جالبه بدونین که اگر هسته اتم اندازه یه توپ فوتبال باشه، مدار الکترونی اندازه یه ورزشگاهه. حالا برای اینکه ساختار اتم رو بهتر بشناسیم، بیایم با هم سفری بکنیم در طول زمان و ببینیم دانشمندان چطور کم کم رازهای درون اتم رو کشف کردن و در طول زمان مدل‌هایی برای اتم طراحی کردن. در سال 1803 اولین کسی که گفت ماده از اتم ساخته شده کسی بود به نام جان دالتون. اون فکر میکرد اتم مثل یه گلوله توپر و بدون ساختار درونیه. خیلی ساده و ابتدایی ولی انقلابی بود تو زمان خودش. در سال 1897 هم تامسون اومد و الکترون رو کشف کرد. اون گفت که اتم یه گلوله باردار مثبته که داخلش الکترون‌های منفی پخش شدن، دقیقاً مثل کشمش‌هایی توی کیک کشمشی. پس به مدل تامسون گفتن مدل کیک کشمشی. در سال 1912 رادرفورد با آزمایش ورقه طلای خردش متوجه شد که این مدل درست نیست. اون کشف کرد که تقریبا تمام جرم اتم توی ناحیه خیلی کوچیک و سنگین به اسم هسته قرار داره و بیشتر فضای اتم خالیه. الکترون ها هم توی این فضای خالی اطراف هسته دارن میچرخن. اما در نهایت در سال 1913 نیلز بور یه مدل منظم‌تر پیشنهاد داد. اون گفت الکترون ها تو مدارهای مشخص با انرژی های معین به دور هسته دارن حرکت میکنن، مثل حرکت سیارات به دور خورشید. این مدل تونست توضیح بده چرا اتم ها نورهایی با طول موج خاص رو جذب یا تابش میکنن. پس همونطور که علم پیشرفت کرد، مدل های ما هم از اتم دقیق‌تر شدن و هر مدل یه قدم ما رو داشت به واقعیت نزدیکتر میکرد. حالا که فهمیدیم اتم از چه ذراتی تشکیل شده، مدل‌های اتمی در طول تاریخ چیا بودن، وقتشه که بریم یکی از مهمترین ویژگی‌های اتم رو بشناسیم و اون هم نحوه قرارگیری الکترون‌ها توی مداره. اما مدار الکترونی چی هستش؟ مدارها یا همون ترازهای انرژی مسیرهای فرضی هستند که الکترون‌ها در اونها به دور هسته دارن میچرخن. این مدارها شبیه حلقه هایی هستند که دور هسته کشیده شدن و هر کدوم ظرفیت مشخصی برای نگهداری الکترون دارن. مثلا اگر این شکل رو که اینجا داریم نگاه بکنین، هسته با بار مثبت داریم و مدارهای مختلف دور این هسته قرار گرفتن، از مدار 1 که کا باشه تا مدار 4 که n هست داریم اینجا مشاهده میکنیم. حالا تو اتم های سنگین تر مدارهای بعدی رو هم داریم، یعنی 5 6 همینطوری افزایش پیدا میکنه. تو هر مدار فقط تعداد معینی الکترون میتونه قرار بگیره، به این دقت بکنیم و این ظرفیت با یه فرمول ساده به دست میاد به اسم 2n2 که حد اکثر الکترون تو هر مدار رو نشون میده و n نام مدار هست. مثلا اگر مدار اولمون که کا باشه و شمارش 1 هست، 2 ضرب در 1 به توان 2 2، پس مدار اول 2 الکترون داره. مدار دوم که
عددش 2 باشه، 2 به توان 2 4، 4 ضرب در 2 8، پس 8 تا الکترون. مدار سوم به همین ترتیب 18 تا الکترون. مدار چهارم 32 الکترون. پس همیشه اول مدارهای نزدیکتر پر میشن، به این توجه کنیم. و گاهی اتمی با ظرفیت کامل تو یک مدار پر نمیشه، چون به خاطر دلایل انرژی و پایداری الکترون ها ممکنه وارد مدار بعدی بشن. مثل اتم نئون که عدد اتمیش 10 تا پروتون داره، 10 تا الکترون داره. مدار اولش 2 الکترون، مدار دومش 8 الکترون، مدار سومش هم خالی میمونه. پس این کلا 8 تا الکترون داره. پس نئون یک گاز نجیب بی اثر هست، چون مدار آخرش کاملا پر شده، بنابراین واکنش پذیر هم نیست. یه مثال دیگه میتونه اتم سدیم باشه، یعنی عدد اتمی 11 که مدار اولش K 2 الکترون، مدار دومش L 8 الکترون و مدار آخرش هم M فقط یه الکترون داره. پس جمعا 11 تا الکترون داره. حالا چون مدار آخرش یه الکترون اضافی داره، تمایل زیادی داره که اون رو از دست بده تا پایدار بشه. به همین دلیله که واکنش پذیری سدیم خیلی بالاست و با آب یا کلور به سرعت واکنش میده. پس ویژگی‌های شیمیایی هر عنصر مثل واکنش پذیری و رسانایی و اینا به نحوه قرارگیری الکترون ها تو مدارها بستگی داره. مدار آخر یا همون مدار والانس تعیین میکنه که اتم در واکنش ها چه نقشی ایفا کنه و اتم هایی که مدار والانسشون کاملا پره بی اثر و پایدار هستن، مثل گازهای نجیب، هلیوم، مثل هلیوم، نئون، آرگون. اما ساختار اتم چرا برای ما مهمه؟ ساختار اتم به ما کمک میکنه که بفهمیم چرا مواد خاصیت خاصی دارن، بفهمیم اتم‌ها چطور با هم واکنش میدن، علت فلزی یا نافلزی بودن یه عنصر چیه و چرا بعضی از اتم‌ها مثل ایزوتوپ‌ها ناپایدار هستن. مثلا چرا گفتیم سدیم با آب به شدت واکنش میده؟ چون تو مدار آخرش تنها یه الکترون داره و دوست داره که اون رو از دست بده تا پایدار بشه. حالا یه سری سوال وجود داره که دوست دارم شما به اونها جواب بدین. یکی این که اتم با 11 پروتون و 11 الکترون میتونه چی باشه؟ اگر اتمی فقط یک الکترون تو مدار اول داشته باشه پایدار هست یا نه و چرا؟ و چه عاملی باعث میشه که اتم ها با هم پیوند شیمیایی برقرار بکنن؟ جواباتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. اگر سوالی دارین حتما بپرسین. ما اینجا هستیم تا با هم شیمی رو خیلی ساده و جذاب یاد بگیریم. خب پس توی این درس چی یاد گرفتیم؟ فهمیدیم که اتم از پروتون، نوترون و الکترون ساخته شده. پروتون و نوترون تو هستن، الکترون ها توی مدار قرار گرفتن یا ترازهای انرژی. مدل بور به ما کمک میکنه بفهمیم الکترون ها چطور رفتار میکنن و مدل نهایی ساختار اتم هست و ساختار اتم پایه همه مواد و واکنش هاست. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنین و حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا درسای بعدی مثل جدول تناوبی یا پیوندهای شیمیایی رو از دست ندین. خیلی ممنونم.